بیا با این مهدی عیسی ازدواج کن ناموسن. جدی میگم خدا همون موقع چاقو رفت سکیون نشست. 3 سال آزگار باید تحمل کنیم هم دیگه. شرمندتم. آدا نمیخواد از هم لب بگیری. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ هایلایت استریم آریا که براتون آماده کردم. لایک ویدیو و سابسکرایب چنل فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. بریم برای دیدن ویدیو. خورده هواکک پزونس خره. آره اتاق چند ونکوور هواکک پزونس 61 41. من این مپو خیلی دوست دارم. 41 هم میدونی که پرهام قوقا گفت. 41 هم اون پسر خالم گفت نمیشه. مایکل مایرز. نه بابا اوه صدای مونیکا چقدر بهتر شده. در صحبت کن. میتونم با هم آشناتون کنم اگه میخوای. نمیخوام. من مونیکا اصلا ممنیه نمیخوام. یعنی اینجوری بهت بگم. درا کتک میزنی من یه احساس کنم. یه دختر مهربون میخوام. الپاک. خیلی دوره که چرا زنی مهربون نی. مونیکا بعید میدونم. اومد خره اومد نه وای وان شات میکنه آجی. آره چیزم دستشه. شکک شدید که خاک بر سرا آجی پیچ گوشتی دستشه. اومد تو رو هم بگیره بکنه با سرعت. ببین اگه دست من بزنه حالا اوی یه کسخولی انقدر تو آی سایتش بوده که این لول 10 شده هم اول بازی. یه پایین کوچیکه و بیارشون پایین. دوباره الان وان شات که فیلم میاد. وای داره نگاه استفامت میخوره. برده مرده باشی از اونایی. آجی چقدر طرفدار داره مونیکا تو چنل. آقا حالا ما یه جواب رد دادیم به مونیکا. ناراحت نشید. جواب سوال منو بده. نه من اتفاقا رد روم مونیکا پیشنهادی نداد که تو جواب رد بدی. تخمت سگ. بابا آریا گفت. منم رد دادم دیگه. گفتی چی؟ رد روم چی؟ رد روم دارم میخواد. 50 Shades of Grey. خب رد روم چی؟ توش برده میشی یعنی؟ نه توش برده نمیکنم. تخم سگ تو اتاق به زور داری اونجا. رد رومت کجا؟ ای بابا یه جا موقعی که ما روپ استفاده میکردیم شما کجا بودی؟ ای بابا روپ بازیه. داشت فوقش یه دستبنده دیگه. بچه من لو میدن جمعه. دست آجی فوقش یه شیلنگه دیگه. ای بابا هیچی تو شیلنگ ارفان خانساری های شیلنگ سبزا. ارفان خانساری سبزا یه رنگ دیگه بود. کبوتر بود. آره ریپیر کن آره. اون فقط باید بزنی آجی. ریپیر کن چیه ریپیر کن؟ نیست کجا؟ ولم کرد. ارفان خانساری رفیق داشت این چیزی رو میگفتم گفت هیچی چی بدش. وای اومد وای داره نگاه میکنه. قایم شو. اوه کی چوسید وسط من ناموسن دد بای دیلایت میام دلم باز میشه. آجی دنبال من. وای رضا اومد منو بگیره بکنه. راحت لوب میشه. وای اومد دنبال من که. آقا یه دونه تعمیر کردیم اونم من تعمیر کردم. همین استفان موجود تعمیر کردیم. گوت به دست سوخت منم همون بلم کرد. گوت بازی اجی تو. گوت برن. بلم کرده اومد سمت شما. همین استفان بیا تو گرین کارت داری هنوز یا نداری؟ من یه ماه دیگه میتونم اپلای کنم براش. بیا با این مهدی عیسی ازدواج کن ناموسن. جدی میگم خدا همون موقع چاقو رفت سکیون نشست. 3 سال آزگار باید تحمل کنیم هم دیگه. شرمندتم. آدا نمیخواد از هم لب بگیرید. اومد میره با پوری مافیه سراغ نداری؟ میارم اول فضلی.
به خدا من میشناسم یکی آزار پول بده مرده ولی ازدواج کنه بیا. نه مردم حاجی شاید باورت نشه من زمانی که میخواستم بیام آمریکا این یکی از آپشنام خیلی بود. سخت شده آره کوکسر نمیشه 250,000 دلار پول میگرفتن باهات ازدواج کنن. آجی رافیات هم چک میکنم. آفرین. نه برای لاچک نه چک نمیکنم. آقا من میری تو یادمه اتاق؟ من گوش کن. من خواهرم هم اینجوری اومدی. خواهر من ازدواج کرد اومد آمریکا. میری توی آفیس یه دونه مأمور 10 تا سوال هم از تو میپرسه هم از مثلا آقاه همچین حالتیه. اگه جواباتون یه ذره این ور باشه شب بخیر. خب کی گفت بعد چتا رو چک میکنم مثلا کی آشنا شدید با هم دیگه چقدر اصلا داستان کی گفت اونی که پاس داره مصاحبه میکنم بود. جفتتون مصاحبه میکنن دیگه. نه کی گفته؟ من آقا میگم مصاحبه کردم. آقا من یادمه توی آقا ما رو نمیگیرید رفتیم توی یالووا امید استفان توی یالووا 2 تا از این گیا رو رفته بودن قشنگ پزشکی قانونی و چک کرده بودن. گی آره گی باید بشه واقعا. ICMC آمریکا رو. ولی مثلا دختر و پسر دیگه خودت هم نخوای اون وسط یه حرکاتی میکنیم با هم دیگه. ولی پسر با ولی پسر میشه قبلش بری یه دونت کلنگی برینی هم همون حکمو داره. آقا هیل کن اونو. 4 نفر شد. آره من چرا قوه ندارم. بری قبلش یه تنه درختی برینی بری تو اتاق معاینه یارو فکر میکنه که کار کرده یازی. اومد سراغتون خیلی سنگین میری این تو فشار میاد بس. بیا همین تو بیا برای من همین. کجایی؟ ولی چرا نشون نمیدی کجایی؟ نشون میده. یه دونه الان اون برای مبدر نشون دارم میام. خره فرار کنین دنبال منه بابا. افتاد حالا یکی دیگه تون باید بیاد دنبالم. اوی میستادم. دوباره آجی این چرا نمیره این؟ بابا چرا وان شات میکنه این کونکش همیشه؟ ابیلیتیشه دیگه. نباید بدین. مادر ساکر. ریپر کن تمامه میریم الان. رفتش آجی گیج چیه واقعا اصلا چندشه یعنی انداختش لا بیسمنت. دختر به این قشنگی پسرای محترم ای کیر به این شانس. وای آقا منو بیا نری میمیرم ها. اومدم کمکم کن بابا این چه سرعتیه بیناموس. منو کش منو نیاری برداری منو میکشد. بابا این مایکل مایر چرا همه اومد اینجا خب من مردم اونجا. آمد این دوه بیناموس. وایسا. بیا تو سوراخ. آقا حمید استفان تو بیا با مهدی آیسی ازدواج کن. خب ما تو رو میکنیم اون سر داستان. خوبه؟ کدوم سر داستان؟ من فاعلم قطعا. خب دیگه همون تو فاعل باشه. ولی آقا بچه خوشگل هم نیست مهدی آیسی. آقا قرار نیست بکنیش. فقط ازدواج کنید با هم. یعنی آقا تا اینجا آمدیم یه حرکتی هم بکنیم. پول داری میگیری دیگه. عشق واقعی باشه. آره من واقعی باید بغلش کنم از پشت. پس بیا یه زن برات پیدا کنیم حداقل پاس بگیره دختر بنده خدایی. آره ایران نجات بده. سخت شده الان باید خیلی عشقمون عمیق باشه واقعا. پور نمیشه حاجی. ترامپ یه کاری کرده حاجی میان تا شورتت هم میگردن واقعا. همین جن درست کنم. دارم دنبال جن معلومه چه غلطی داره میکنه. تخم سگ. تو دارم میگردم. بیا اونم. پس بیا منو در بیا. نه یارو قوی بود. یارو خیلی قوی بود. با این وان شات کردنش خدایی آنفیره دیگه.
بلدم هست چجوری بازی کنه با این. کجا کدوم سمت؟ رفت سمت فرشاد فکر کنم. من میبینمش. رفتم ادوانتیج کیلره. ها؟ این مپ خیلی کوچیکه. ادوانتیجش واسه کیلره. خیلی کوچیک بود آجی. آره الانم میاد اینو مثل سگ میزنه. وای اون ور بود دیدینش. برید سری اونو بردارید دور در فرشاد. روشی تو چند نشه من خودم زن میگیرم. ای وای چه خطری هن واقعا. کی اسموک کرد؟ حلالت باشه. آها ماشاءالله ماشاءالله دختر خانوم. تو رو خدا نیارینش اینجا، من این جنو تعمیر کنم. همین استفان جدی نه البته مونیکا هم که مونیکا خارجه نی؟ آره نگاه سرعتی میشه. آره دیگه اون ابیلیتیش که لول 3 میشه اونطوری و شارژ میکنه. خب الان زدش نمیشه اصلا آجی منم اینجوری کش. سینا تو چرا حسادت میکنی سینا؟ من نمیفهمم. تنها آپشن هم متیایسی خودش تستوسترونش نه بالا ولی جدی همین استفان متیایسی رو تو میتونی نجات بدی. بذار براش دختر پیدا کنیم. خب چرا به من آقا من دختر دختری که با بدون پول نمیکنه تو میتونی بدون پول این کارو بکنی. تو میتونی بدون پول بکنی. دوست دختر مادریدی هم داره چرا؟ آره دیگه اون میخواد بره اسپانیا اصلا آجی. آره بذار برم اسپانیا. تو اون معلوم نیست که شاید هم یاد دیدید بچسبه همونو دیگه آجی. نمیدونم والا چند روز پیشا که ذره ناراحت بود باشه حرفی زدم. پس مالی متیایسی هر زیادی پری دختر من میفهمه. امیدوارم نپریده اسپانیا مالیت مالی دست آخر تمام. اوه ببین همون متیایسی رو بگید بیاد. الان کتک میخواد دختر ازدواج کنی اینجوری میان دری بلند کجا داری میری مال؟ نه دیگه ساعت 8:30 من جرم چیزی کوف کنم. چی میخوری؟ این هم من پا جدی چی میخوای بخوری؟ مرغ آلینه. وای حاجی گفتم مرغ یاد یک کرکتری افتادم. ایلین زنومورف. اوه زنازاده اومد اینجا. ایلینه دیگه. اتو باکس در اومد آجی اتو باکس در اومد. آره رفت دنبال اون بچهیه اون تگ. وای ریدم. حواسم به مومو بود. منو بری که اومد بابا وای آریا رو گرفت حقته. آقا اینو چیکار میکنن؟ اینو بردارم چیکار کنم؟ بذار بغلت نکن. بذار نزدیک جنراتور. جعبه ای که به اول بازی میده خیلی آشغاله. کلا یه بار فقط میشه یوزش کرد. چی کارش میکنه؟ تو اون حالتی که با دومش اتک میده از اون حالت درش میاره. وای آها کمکم کنین. آقا فرانسه چنده؟ امباپه گل بعدی رو نزد؟ یه ذره دیگه مونده بودا. رفیق متیایسی امباپه. مسی واقعا با این سن و سال خیلی داره هنوز خوب ببین یه طوری آماده است یعنی حشری ترین حالت ممکنشه. یعنی میبینیش احساس میکنی همین الان گل میزنه. گل زد فرانسه. دمبله 66 دقیقه 66 هم یه دقیقه پیش. آریا رو یکی در داره. یوتیوبمو باز میکنم. عراق ناموس. ای بابا
آجی آقا یه دقیقه من اینجا مارک فکر کنم لباس تیم ملی کیت تیم ملی مجید اسپورت اسمش. نه بابا که آدیداس میگیرن اینا خاک بر سر حقیر. اسپورت. آقا رو آریا کمپ سوسمار خیت زده که این تخم سگ. اون دفعه هم که آدیداس بود به اصرار کیروش بود. آجی آریا رو فیس کمپ کرده. این چه ببین بی‌ناموسیه. من آریا رو در آوردم ولی خب خودش مون. خراب رفاقتم. بشین آریا مجید سرد از خفن ترین برنداست. بله خودش هم هیل کن مجید اسپورت حاجی اصلا از اسمش معلومه نموز. مجید اسپورت. یه دونه دیگه بود تو ایران آلشپورت. الکی Thank you very much. کی اون بالا افتاده دوباره؟ مرسی خاله. منم زد. این از این کمپراست دوستان، من اینو بهتون بگم. دارم یا مونیکا ولی ای! ضعیفه یارو. آخرش. کسی که فیس کمپ میکنه یعنی ضعیفه. باید پر بشه کاشی رو سریع. فرانسه یه $500 میذاشتیم واقعا. میبرد چقدر میشد پوله؟ $700. بستگی داره دیگه، مثلا یه 3-0 میذاشتی خب 700 که آدزش- خوبه. بستگی داره چند کجا چند شرط ببرید، فقط بندی برد می‌کنی؟ اونقدر نمیده بهت. چی؟ کجا شرط بندی میکنی؟ پلی مارکت. آها بعد من بزنیم امسال چند ریدم چنده؟ آجه. ببین آخه وین آدز اونقدر نداره، خب معلوم بود فرانسه میبره، تو باید یه چیزی رو شرط بندی کنی که بسر دیگه. بابا این گایید ما رو حاجی. آقا دیگه جن کجا هست؟ پیدام کرد. ریپر کن. مثلا من هر آره. چی پیش بینی کردم برعکس در اومد. ریده قره میپکنمه. ایران چه سیکیم خیاری 0-0 کرد با بلژیک. بلژیک گلم بخمی زد بازی تازه کرد آفساید بود. واقعا. من انتظار داشتم خیلی بهتر بازی کنم. اون موقعیت هم که داشتن دیگه در توخی بودن ایران بود. آره بلژیک بد بود. آجی شماره 10 شون چه وزه‌ای بود. تروسارد؟ فکر کنم تروسارد نمیدونم. میگی. خیلی بد بود. اصلا این سال هردانی رو گاییده بود آجی. آره همون تروسارد بود از چپ میومد. دولاخ بوده کشیدش بیرون بلونده، اصلا آره. هردانی رو. یه دوتا بدن براش میومد اون اصلا میرید تو خودش تعادلش رو از دست میداد. ببین ما شانس آوردیم مثلا تو همین گروه فرانسه نیفتیم واقعا. این بارکلا اون گوشه دهن این دفاع چپ فرانسه رو سایده به خدا. خیلی فرزن. شیهه میکشه آجی. آقا تعمیر بابا. نمی کنید شما؟ چی کار دارید میکنید؟ ما داریم اینو بابا با این یارو داریم ما گاییده شدیم حاجی. چی شد؟ 2 چراغ قوه زنیم صورت یارو. دهنه یارو صاف کرد ها. که پزون شده سو اون تاخره آتیش خورده است. چی زدن؟ آتیش زده که پزون که پزونه سازی. قره که پزون. ما همینا رو تعمیر کنیم رفتیم و رفتیم اینو دیگه میریم آجی. اومد دنبال من. خب سگ ککه خان خور. همین ککه خار میخوره یعنی همینجوری ککه میخوره. کیک میخوری؟ این هم که ریپر شده. بابا عجب حرومزاده ای هستی تو به مولا. آجی این فالمونو نمیگیره.
فعال حافظ فعال نیت. چجوری آقا. میندازه همینجا وایسا؟ بیاید روی من، همین ژنراتور تا نصف رفته، منم البته رو منه، رفت چپ ژنراتور. اگه حمید استفان یه بارم دلتو شاد کرده براش یه قلب بذار. ایوه، اینستاگرام با قیافه ناراحت حمید استفان، با قیافه ناراحت. منو بگیر. حمید اومد. حمید اتک بخور، اتک بخور. حمید جنده خان. آجی اتکشو به جون خریدم. فرار میکنم. فرار نکن. بیا دور شک. آجی کجاست این؟ خب این سگدونی. بابا همونجا که منو بلند کرد یه دونه ژنراتور من تا نصف کرده بودمش. تا نصف کرده بودیش که این تا نصف برگشت. یه تعمیرات چی داشته دیگه. یه خیر پیدا نمیشه ما رو قلب ما رو پمپاژ کنم. کجایی؟ آریا پیشم. بیا اینجا. ولی اینم پیش ما. یه شک. جکش الان کجاست؟ میمیری. چه همون جنی که داشتی تعمیر میکردی. منت کن الان میمیری. منت کن. چجوری بشین منت کن؟ من بعد آی مردم آجی میردم. مندش کن. گیجیش کن. گردش کن. باشه. ای بابا آقا یه جن دیگه شروع اومد! یه جن دیگه شروع کنید. اینجا فایده نداره وایساده اینجا. تو بغل هم دوباره همه جنا. 3 تا بغل همه. 3 تا جن باید مونده باشه الان. آره دقیقا 3 تاش بغل هم. به فاک رفتیم که. این وره الان اون وره چیز کنی؟ دارم من ریپیر میکنم. چسبیدن به هم اصلا فاصله هم نداره. آقا این کامرایی که میگیری دسته چیه داستانش؟ میذاری رو زمین، رو حالت خزندگیش باشه آتیش میخوره، نمیتونه تنب و دوه. خب بذار بیارمش بذارمش همون بغلا. چونوی تونلش نذار. ای کیر به این شانس خوردم به درخت. فرشاد من دارم میمیرم. ای وای نمورد. آجی ریپیر کنید. من نیازمند اینم یکی منو هیل کنه. آتیش گرفت. برو خدا یکی منو هیل کنه. میتونی کایت یه ذره کایتش کنی. ریپیر کردم. آره یه قوه مینداختین تو چشین یارو. خانم بی اینجا. وای اومد. حاجی آریام شتک شده، تو کی مردی؟ بیا که قبل تومون 10 بار گفتم حمید جنده خان پاشو یه چراغ خب، قوه فکر بنداز. کردم تو سالمی. گفتم یه چراغ قوه بنداز بیخی گوشی یارو. چراغ قوه ندارم من. باکس داشتم باکس. وای اون مونیکا خوب رفته بود اونو. اوه ولت کرد بگو. ولش کرد. پنالتی. بلکه بابا پنالتی بود آقای داور. برو اومد وای بنداز. حالا فرشاد سایلنت رفت سراغ مومو. موهای گم اسبیش. یارو مادرش مشکل داره همه جنراتور رو خراب میکنه. اومد رفت سراغ فرشاد. آخ رفت تو فرشاد. رفت سراغ مومو. وای حرومزاده خوش شانس بی ناموس. ریدم تو این جنراتور گذاشتن ناموسن. یعنی چی؟ اومد سراغ فرشاد. برگشت. آره اومد رود فرشاد. آره حرومزاده. آره وایسا دیدیش دیگه. وایسا تا بره. اینم فهمیده همه اینجا فکر کنم. پر تو هچ.
بیس کمپ داره میکنه ها. بکنم اگه میتونی تو بیاری. زنده بمونی برای تو باز میشه. نه نزدیک شک باشه فشل ببین اونجا در میاد یا نه. باز شد. بچه ها بوست دیدی شا؟ کلتو فعلا خداحافظ. فقط چیز بوده. بابا چه مادر به خطای حاجی یارو. دیدیشو نرفتی توش. خاک به سرت کنم. فقط یه دونه هچه آره. داره. اوی کلید نداری؟ نایس ترای. جی جی. ویل پلید. آقا من Well رفتم played. میبینمتون فعلا. خدا نگهدار. خدا خدا حافظ. نگهدار. خدا حافظ. آقا چی شد؟ ایلین آیزولیشن 2 هم داره میاد. الان داری بچه داری میکنی؟ قرار داری بچه داری کنی؟ باید برم دیگه. نمیتونم پاشم بشینم اینجا. موشک بلدی عوض کنی؟ بسخولی؟ تو 30 سخته؟ ثانیه وایسا سخته آه. یا راحته؟ راحته و کاری نداره. راحته. بوی بد میده یا مثلا بوش اوکیه؟ نه حرفه‌ای بپرس. اونجوری بوی بد نمیده، ولی پیپیه بالاخره. ولی پیپی ان نیست، ان مرد گنده نیست. پیپیه. آره چون شیر میخورم فقط اونجوری بوی آره. بدی نداره. ولی نه چندش نیست اصلا، یعنی اونجوری نیست که بعد اصلا شکل عجیب. پیپی نی. آره فرق میکنم میدونم. بچه هم باحاله ولی حتی بچه خود نباشه واقعا. نیستم بچه خودم. بچه تو که آجی صورت و 2 تا ابرو نموز. ببین یعنی مطمئنم بچه من اول ابرو میاد بیرون بعد چیزای دیگه.